لمها حفت یا ای سال پرلمان غانا پروژه یاسایک لدجی هفرگس خوازان و اندام ترین جواکا LGBTQ+ پسند کرد. دبر سف دا ویرجینیا پالمر بالیوزا امریکا لغانا هجداری دا گو او یاسایه زیان بخشو دی ببتا اگر آوی یکی گو و برهینرین امریکی رول وی ولاتی نکن. لی سپونسر وی پروژه یاسایه و اندام پرلمان غانا سام جورج نگرانی بالیوزا امریکا رد کرد و گوت یاسایا ما چه جیاوازیک نینه جیاساین امریکا گولی ولایت وکه فلوریدا و کنتاکی هنه. ام بوی باورینکو دادگه ها بلند یا امریکا حتی راده کی زور دگل هلوستا غانا هفرایه. بانگشه یا پرلمانتار غانا نراستن. دادگه ها بلند یا امریکا لسال 2003 بریارک در کرد گولگو ریوه هر یاسایک یا ولایتان پیچ دکت سبارت توانبار کردنین کردار جنسی ین تایبت به هفرگس خوازان. لغانا رفتار و کردار هفرگس خوازان بری نهاجی نیاسایی بون. لی او یاسایانها زندانی کرنا 10 سالان ده سپیند بو هر چالاکیه که گود بتا اگر و بانگشه کرنی بو هفرگس خوازان. هر وسا 6 مهان حتا ساله که زندانی کرنی ده سپیند بو او کسین کو تین اتومت بار کرن به نیشاندانا اشکره یا پیوندین حزجی کرنی دنافبرا کسین هفرگس خواز یان او کسین هنجلو برگان لخوادکن گو جیاوازه لجلین او رگزی لدما جدایگ بوناوان بوان هاتیه دیاری کرن. سزای 5 سالان زندانی کرنی جی ده سپیند بسر او کسین هفجینی دگل هفرگس خوازان انجام دادن. اوه جبلی سزاین زندانی کرنا 4 مهانه بوان کسین کو بوی ریکه بهاین مالباتین کوملگه ها غانا تک دادن.